روبرویت می ایستد با جسمی حاوی 20 تریلیون سلول که هر کدام حامل ژن‌های رمزگذاری شده و فوق پیچیده است و به تو خیره می شود با سیستم بینایی فوق پیشرفته‌ای که همه رنگ‌ها را تشخیص داده، تصاویر متحرک را نیز با دقتی بالا به وسیله مغز در کمتر از 1 ثانیه تفسیر می کند. روبروی تو می ایستد با اندامی حاوی 640 عضله غافل از قلبی که بدون هیچ عامل خارجی از بدو تولد شبان روزی در خواب و بیداری می تپد. سپس از حافظه مملو از صدها واژه کلمات را چیده جمله‌ای می‌سازد و با فرایندی پیچیده به زبان و فک دستور می‌دهد تا در دستگاه گفتاری که متشکل از 17 عضله است سوالش را مطرح کند و از تو می‌پرسد آیا دلیلی برای اثبات خدا وجود دارد؟ نمی‌دانم کدام آیه پاسخ این سوال است. آیا شگفتی آفرینش خودتان را نمی‌نگرید؟ یا ای کشته باد انسان سرکش که تا این حد کفر می‌ورزد؟